مغز انسان بزرگترین راز زندگی ماست. آیا می دانستید که مغز شما هر روز حدود 5000 فکر را تولید می کند و بیشتر آنها را هم حتی به یاد نمی آورید؟ حقیقت 1: مغز شما فقط 2% از وزن بدن را دارد، اما 20% انرژی بدن را مصرف می کند. یعنی چه؟ یعنی کوچکترین عضو بدن پرمصرفترین است. حقیقت 2: تصور کنید مغز شما حدود 100 میلیارد نورون دارد و هر نورون می تواند با هزاران نورون دیگر ارتباط برقرار کند. یعنی مغز شما شبکه‌ای پیچیده‌تر از اینترنت دارد. حقیقت 3: شاید باور نکنید، اما مغز شما قادر است در خواب مسائل پیچیده را حل کند. بعضی از بزرگترین کشفیات علمی در خواب یا نیمه خواب به ذهن دانشمندان رسیده است. حقیقت 4: مغز اطلاعات را به صورت غیر خطی پردازش می کند. یعنی چی؟ یعنی بیشتر تصمیمات شما ناخودآگاه گرفته می شود و فقط بعداً منطقی به نظر می رسند. حقیقت 5 یا حقیقت آخر: هر بار که چیزی یاد می گیرید، ساختار فیزیکی مغز تغییر می کند. یعنی چی؟ یعنی مغز شما همیشه در حال رشد و تغییر است. پس دفعه بعد که فکر می کنید مغزتان ساده است، یادتان باشد پیچیده ترین عضو بدن شماست. اگه به دانستنی ها و حقایق جالب علاقه دارید، کانال ما را دنبال کنید.